رفتیم. سلام علیکم دوستان عزیز، برادرای گرامی، علل خصوص بسیار نفرایی که برای همین داروهایی که مثال مردانگی را بخواد میکنه، یعنی که هم خوابگی را ایجاد میکنه یا اینکه پروستاتیت نابود میکنه، بسیارتر زنگ بزنن جوانایشو و میپرسیم میگوی خیز برادر جان هست بعضیش که برای شخصای زنداری میگن من خیز زن ندارم. خیر دوستان عزیز، یک شتون بگم، این داروهایی که مثال ما میفروشیم برای پروستاتیت، برای خنکی، برای همچنان نابود کردن، این برای زیناکری نیست برادران. یعنی بسیاریش هم میگی میگه خیلی زن ندارم تغری هم میگه میگیریمش نمیشه برادر عزیز. ما سبب مقصد بو گناه کردن شما نشویم. با همین خاطر هر کدوم که مثال زن دوری همسر دوری بعد مرحمت مراجعت که بیا بگی و هست برای آدمای بی‌زنا هم هست، مثلا نه اپیمدیوم پاست هست ولی مجنون پیلوس یعنی که هست با چند عمود دیگه داروها برای پروستاتیت که و ممکن نیست برای شخصای بی‌زن التماس نگیرین، برای که اگر شما استعمال کنین خودتون بدورین هم یعنی ضررتون داره، چون که مثلا به همسرین یعنی کمی در وای شما ضرر داره. به اون خاطر برادر عزیز مرحمت مراجعت کنین. رقم در بالای اکران میترشول کوسکی میکرایان پیرامید دوم میستنا خداوند همتون نگهبان باشه.